تا حالا پیش اومده که یه صدایی درونت بگه که نرو یا این کارو نکن؟ داستانش چیه؟ اسکالورشیپ میگه همه ما یه هدایتگر درونی داریم، یک ضمیر الهی داریم که توی مسیر موفقیت، توی انتخاب هامون ما رو راهنمایی میکنه. داستان خانومی رو تعریف میکنه که این خانوم شغلش و یه خونه کوچیک اجاره کرده و کلا زندگیش توی شهری بوده، اما یه خونه دیگه داشته که توی شهر دورتری بوده که برای خودش بوده و به اسکالورشیپ میگه که به دلم افتاده که برم توی اون خونه که برای خودمه و اسکالورشیپ میگه بدون وقت چیزی که به دلت افتاده رو انجام بده. خانم هم انجام میده و اتفاق خوبی براش میفته. اما سوال اینه که اسکالورشیپ از کجا تونست تشخیص بده که اون صدایی که اون خانم شنیده همون ضمیر الهیه؟ یعنی ما از کجا بتونیم تشخیص بدیم که چیزی که داریم میشنویم همون هدایتگر درونیمونه؟ چون اگر اشتباه تشخیص بدیم، ولی اون خانم اگر اشتباه تشخیص میداد موقعیتش و شغلش و اینا رو از دست میداد. اگر تجربه تو این زمینه دارین، یعنی جایی که درست تشخیص دادین، ببینید که چه ویژگی‌هایی داشته و کلا نظرتون راجع به این موضوع کامنت کنید.